بسم الله الرحمن الرحیم. در این فیلم آموزشی نحوه تزریق زیرجلدی یا سابکوتینوس اینجکشن رو آموزش میدیم. تزریق زیرجلدی برای تزریق داروهای نظیر انسولین و هپارین استفاده میشه. قبل از تزریق کارت دارویی رو با کاردیس چک کردیم. بعد از اون بهداشت دست رعایت شده. دارو رو توی اتاق کارمون آماده کردیم. روش رو برچسب زدیم و به اتاق بیمار میایم. با بیمارمون ارتباط برقرار میکنیم. بعد از اون مشخصات مریض رو از روی کارت دارویی با دستبند مشخصات بیمار چک میکنیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم بیمارمون رو صحیح انتخاب کردیم، کار تزریقمون رو میتونیم شروع بکنیم. برای محافظت دستمون میتونیم در صورت نیاز دستکش تمیز بپوشیم. بعد از اون سراغ بیمار میایم. محلی رو که برای تزریق سابکوتینوس من انتخاب کردم قسمت خلفی بازو هست. بنابراین پوشش مریض رو من در واقع کنار میزنم و محل تزریق رو مشخص میکنم. برای تزریقات سابکیو در قسمت بازو ما قسمت پوستریور، قسمت خلف بازو رو میتونیم انتخاب کنیم چون بافت سابکوتینوسش قطر مناسبی داره. در قسمت آنتریور چون قطر بافت سابکوتینوسی شوکم هست معمولا برای تزریق انتخاب نمیشه. پس این محلی هستش که این سطح رو میتونید برای تزریق شما انتخاب بکنید. باید دقت بکنید که محل تزریق‌های قبلی نباشه. مریضایی که داروی انسولین دریافت میکنن چون تزریقات مکرری دارن باید به طور مکرر محل تزریقشون در واقع به صورت چرخشی عوض بشه. خب مثل بقیه تزریقات محل به وسیله یه پدی که آغشته به الکل هست یا به وسیله پنبه‌ای که آغشته به الکل هست رو ضد عفونی میکنیم. از مرکز به اطراف به شعاع 5 سانتی متر کار ضد عفونی کردن انجام میگیره. پنبه رو در انگشتان دست غیر غالب قرار میدیم. سرنگمون رو خارج میکنیم، برچسبش رو میخونیم و با کارت داروییمون مطابقت میدیم و بعد از اون کاور نیدل رو برمیداریم. زاویه تزریق در تزریقات سابکیو بین 45 تا 90 درجه هست. به دو تا عامل بستگی داره: طول نیدل و میزان بافت زیر جلدی بیمارمون. یعنی اگر مریضمون مریض لاغری باشه ما با زاویه کمتر تزریق رو انجام میدیم. اگر بیماری هستش که بافت سابکوتینوس بیشتری داره میتونیم با زاویه بیشتر 90 درجه هم تزریق رو انجام بدیم. من الان این رو با زاویه 60 درجه برای شما تزریق میکنم. بنابراین سرنگ رو به این ترتیب توی دستتون میگیرید. اگر زاویه‌تون کمتر از 90 درجه هست حتما بایستی مقطع مورب نیدلتون به سمت بالا باشه تا تزریقتون به راحتی بتونه انجام بگیره. بعد از اون میایم محل تزریقمون رو ساپورت میکنیم. حمایت کردن و ساپورت محل تزریق هم میتونه به وسیله جمع شدن، هم میتونیم به وسیله پینچ کردن انجام بدیم. بعد از اون نیدلتون در نزدیکی محل تزریق میره. ورود نیدل رو بدون تردید انجام میدید. محل رو سرنگمون رو آسپیره میکنیم. تزریقمون رو به آرومی انجام میدیم و بعد از اون پنبه الکل در نزدیک محل تزریق نیدل با همون زاویه خارج میشه و محل رو فقط فشار میدیم. سرنگ رو در سیفتی باکسمون میندازیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم محل تزریق خونریزی نداره وضعیت بیمار رو بررسی میکنیم، پوششش رو کامل میکنیم و میتونیم بیمار رو ترک بکنیم. مثل هر داروی دیگه بر اساس کارت دارویی بعداً در پرونده بیمار ثبت